بچه ها، من تابانم و توی یک ویدیوی دیگه در خدمتتون هستم. بچه من تصمیم گرفتم خاطرات ترسناکتون رو جمع کنم و به صورت حالا یه ویدیو در بیارم و تعریف کنم. سال 1997 بود و من مرخصی گرفته بودم تا بچه‌م رو به دنیا بیارم، ولی خب از این طرف هم به درآمد نیاز داشتم. مامانم اون موقع مغازه عتیقه فروشی داشت و به من و خواهر کوچیکترم پیشنهاد داد تا توی مغازه کارای کوچیک رو انجام بدیم، مغازه رو تمیز کنیم، به مشتری ها رسیدگی کنیم و غیره. من و خواهرم تابستون رو کلا توی اون مغازه کار میکردیم. اون روزا مامانم یه سری مبل گرفته بود و ما باید تمیزشون میکردیم. یه روز یه مرد خوشتیپ وارد مغازه شد و با خواهرم که اون موقع 17 سالش بود شروع کرد به صحبت. اون خودش رو تد اسمیت معرفی کرد و ما خندیدیم و گفتیم احتمالا ما با هم فامیلیم، چون فامیل مادرمون هم اسمیته. اون بیشتر با همون گپ زد و من متوجه شدم که تمرکزش بیشتر روی خواهرمه. اون از همون یه محفظه اسلحه خرید و بهمون گفت که باید بره کامیونش رو بیاره که یه سری وسیله توش داره که تمیز کنیم. یه فولکس واگن مدل قدیمی. و بعد از من و خواهرم پرسید که آیا حاضریم تا شام باش بریم بیرون؟ ما حسابی از کار عرق کرده بودیم و کثیف بودیم و همچنین من باید سریعتر میرفتم خونه پیش بچم. تازه خواهرم هم دوست پسر داشت. بنابراین گفتیم ممنونم و نتد. اون از من خواست سوار شم و توی آوردن وسایل کمکش کنم، ولی من واقعا وقت نداشتم و باید هرچه سریعتر میرفتم خونه، چون دقیقا در همون لحظه سینه هم شروع به ترشح کرده بود. با این حال اون دست از تلاش برای دور کردن ما از مغازه نمی‌کشید. اون گفتش که ساعت 10 شب برای بردن محفظه‌اش میاد و اینکه آیا هر دومون اونجاییم یا یکیمون. این سوالش خیلی ویرد بود. ما جواب دادیم ببین ما ساعت 6 کلا مغازه رو میبندیم و کلا شب نیستیم. اون پیگیرانه پرسید خب فردا شب چی؟ من جواب دادم ما کلا قبل از ساعت 6 میبندیم، به جز شنبه که ساعت 4 تعطیل میکنیم. اون پرسید آیا یکیمون میخواد صبح زود مثلا ساعت 5 رو ببینه؟ اینجا بود که دیگه سوالش داشت ترسناک میشد. به هر حال ما جواب منفی دادیم و یکم به هم دیگه نگاه کردیم و سر تکون دادیم. در نهایت اون گفت متاسفم ولی اگر با هم راه نیاین نمیتونم چیزی ازتون بخرم. راستش ما از انصراف از خرید متنفر بودیم، ولی طرف 2 ساعت اونجا بود و داشت وقتمون رو تلف میکرد. ما واقعا کار داشتیم. به هر حال موقعی که داشتیم تعطیل میکردیم فولکس واگنمون هنوز اون بیرون پارک بود و از داخل واگن پرسید، از خواهرم پرسید که آیا باش قهوه میخوره؟ ما گفتیم نه تد، همونطور که گفتیم باید بریم خونه و اون همچنان اصرار داشت. در نهایت من دست خواهرم رو گرفتم و گفتم بیا من تو رو ببرم خونه. هرچند که تد ماشین داشت اما واقعا دلم نمیخواست اونو با اون تنها بذارم. تا سال بعد که این تصویر توی روزنامه پخش شد، تد باندی. حتی با نوشتن این خاطره هم ستون فقراتم میلرزه. من و خواهرم گاهی وقتا راجبش صحبت میکنیم. ما اون روز خیلی خوش شانس بودیم. اگر هر کدوممون پیشنهادش رو قبول میکردیم یکی از حداقل 30 تا زنی بودیم که اون دزدیده بهشون تجاوز کرده و به قتل رسوندتشون. سلام تابان. این خاطره و داستان برمیگرده به خونه قدیمی مادری دامادمون که توی شمال و آستاراست. از زمانهای قدیمی خونه، این حیات داستانهای ترسناکی پشتشونه و اتفاقهای خیلی خیلی ترسناکی هم توش افتاده، حتی قتل. داستان از زبون دامادمون میگم. یه دایی داشتم که حدوداً 1-2 سالش بود.
و اسمش حسین بود. یه روز مادر بزرگم بچه رو میذاره توی خونه درختی که ارتفاعش هم اتفاقا خیلی بلند بود تا به کارای خونش برسه. وقتی برمیگرده میبینه بچه نیست. اونا کل خونه رو جای خونه رو دنبالش میگردن، اما انگار این بچه آب شده رفته توی زمین. اونا تا خود شب دنبالش گشتن و وقتی که ناامید برمیگردن خونه که بخوابن میبینن بچه بیهوش با صورت کبود افتاده توی خونه‌ای که هزاران بار گشته بودن. خلاصه میبرنش دکتر، ولی متاسفانه بچه مرده بود و دکتر تشخیص میده که بچه بر اثر خفگی مرده. انگار که یک نفر این بچه رو برداشته و جوری با سرعت نور دویده که بچه نتونسته نفس بکشه و جونش رو از دست داده. و کلا داستان جالبی که در مورد این خانواده وجود داره اینه که اینا اگه دعا نداشته باشن بچه‌هاشون میمیره. این بچه‌هاشون اگه دعا نداشته باشن میمیرن. و الان خود دامادمون و خواهرش هم دعا دارن و مثل اینکه اون بچه این داییشون دعا نداشته و حتی بچه دختر داییش هم که دعا نداشته همینجوری وقتی 40 روزش بوده بی دلیل میمیره. به گفته دامادمون حیات مادر بزرگش 2 جن داره، یکی سفید بوده و یکی سیاه. میگن که احتمالا اون سفیده خیلی وقت مرده چون کسی ندیدتش، ولی مشکیه هست و هر چند شب یک بار به مدت چند دقیقه صداش توی حیات میپیچه، یعنی که حصارهای دور حیاتو تکون میده، جوری که خواهرم هم شنیده و میگه که وقتی صداشو شنیدم خوف عجیبی داشتم. همه اینا رو تعریف کردم که برسم به اینجای داستان. ما یه شب خونهشون دوره همی دعوت بودیم. همش نگاه من به پنجره روبرون بود و حس میکردم یه چیزی اونجا هست، ولی خب چیزی نمیدیدم و با خودم میگفتم حتما به خاطر حرفای اینا حساس شدم. خلاصه بیخیال پنجره شدم که یهو خواهرم اومد جلوی پنجره واساد و مشغول صحبت بود که ناگهان جیغ زد و فرار کرد. ازش پرسیدیم چی شده. قسم خورد که یه چیز قد بلند سیاه دیده که از کنار پنجره رد شد. خلاصه رفتیم بیرون رو چک کردیم، ولی با این حال و طبق انتظار چیزی ندیدیم، با اینکه خیلی حس بدی به همون میداد اون حیات. اون شب گذشت و برگشتیم، ولی از اون شب به بعد مدام اتفاقای بد برای خواهرم میفته. یا خیلی وقتا یک مرد قد بلند مشکی رو میبینه که داره خفش میکنه یا پاهاشو میکشن و از این داستانا. سلام تابان، این خاطره ترسناک منه. من یه دخترم و 2 سال پیش وقتی حدوداً 17 ساله بودم، یه شب که خیلی کار کرده بودم و خسته بودم رفتم تو اتاقم تا بخوابم. اتاقمونم غالباً تاریک نمی کنیم به خاطر خواهرم. همینجوری که دراز کشیده بودم دیدم یه چیزی جلوی در انگار زل زده بهم. گفتم شاید خستم و توهم میزنم، ولی همچنان اونجا بود. بهش با صدای بلند گفتم ببین من واقعا خسته تر از اونیم که بترسم، میخوام بخوابم، اگه میخوای منو بترسونی بیا تو خوابم. و خوابیدم. اون شب تا صبح خوابهای عجیب غریب میدیدم. همون چیز تاریک با چشمای بزرگش بهم نگاه میکرد و میگفت میکشمت. البته حرف نمیزد و صداشو انگار توی سرم میشنیدم. بگذاریم. همونجوری چند شب بود که خوابای عجیب غریب میدیدم. در نهایت یه روز صبح که رفتم دوش بگیرم بیرون اومدنی، وقتی از جلوی آینه رد شدم انگار یه چیزی از پشتم رد شد و نشون به اون نشون که حتی حوله هم از روی در افتاد. و این اولین اتفاق و شروع کابوس ها توی بیداری بود. بعد از اون اتفاقهای عجیب و غریب شروع شد. گاهی وقتا در کمد خود به خود باز و بسته می شد. گاهی وقتا وسایلم غیب می شد. بعد یه جایی پیدا می شد که هزاران بار اونجا رو گشته بودم. حتی شارژرم که توی پریز بود یه هوی غیب شد و هنوز پیدا نشده.
هی صداهای عجیب غریب میشیدم، اسممو صدا میزدن، تهدیدم میکردن. کم کم از یه جایی به بعد برام عادی شده بود. دیگه عملا میدیدمشون و عجیب این که حتی دیگه نمیترسیدم، انگار برام مهم نبود. یکیش برعکس بقیهشون شکل سایه سیاه نبود، قرمز بود، با چشمای گرد بزرگ، سر دفرمه و پیشونی استخونی. همینجوری تا چند ماه پیش گذشت و من 19 سالم شد و نامزد کردم. نامزدم یه چیزایی آورد سوزوند و اوضاع بهتر شد. الان چند ماهی که بهترم و برعکس اون موقعی که نمیترسیدم، الان که بهش فکر میکنم وحشت میکنم. و الان بعد از چند ماه نامزدم یه راستی اینو باید بهت بگم که بابات به خاطر اذیت و آزارهای این موجودات بوده که جونش رو از دست داده. داستان اینه که بابام 11 ساله که مرده و اونم قبل از مرگش این چیزا رو میدید. میگفت نصف شبا منو میبرم بیرون و یه بار حتی میگفت بیدار شده و دیده که لبه پرتگاهه. اینا رو فقط چند ماه قبل از مرگش برای مامانم تعریف کرده بود و من بعد از 11 سال تازه فهمیدم که بابام به خاطر این موجودات مرده و به من و خواهرم هیچ وقت نگفته بود و من تا الان فقط فکر میکردم که اون مریض بوده. اتفاقی که برای من رخ داده برمیگرده به دوران کودکی. من این جریان رو فقط برای چند نفر تعریف کردم، از جمله مادر و دوست پسرم. داستان برمیگرده به وقتی که حدوداً 5 یا 6 ساله بودم. بعد از اینکه کودکیم رو توی آپارتمان زندگی کردم، بابام یه خونه نوساز خرید. و وقتی که به خونه جدید نقل مکان کردیم همه چیز عادی بود، هرچند که خونه یکم ترسناک بود. اما بابام میگفت این سر و صداهای دلنشین به خاطر اینه که خونه نوسازه، به خاطر اینه که ما اولین کسایی هستیم که توی این خونه داریم زندگی میکنیم و همه چیز تازه است. من اوایل تقریبا از همه چیز میترسیدم. هر صدای کوچیکی باعث میشد وحشت کنم و شبها توی اتاق پدرم میخوابیدم تا اینکه پدرم ازدواج کرد و نامادریم به خونه ما نقل مکان کرد و من کم کم یاد گرفتم خودم رو با ترس هام روبرو کنم و دیگه مزاحم اونا نشم. من توی این زمان حدود 8 یا 9 ساله بودم که یه شب یک اتفاق خیلی ترسناک افتاد و بدترین قسمتش اینه که من حتی اونو به خاطر هم نمیارم، ولی پدر و مادرم، یعنی همون مادر خوندم، قسم میخورن که این اتفاق رو به چشم دیدن. چیزی که یادمه اینه که شب بیدار شدم، دمر خوابیدم و نمیدونم ساعت چند بود. یادم از زیر تخت صدای قررش اومد. این قرقر شبیه صدای سگ نبود یا شبیه صدای انسانی نبود که صدای سگ در بیاره. شبیه هیچ حیوانی نبود و کاملا تهدیدآمیز و عمیق بود. انگار یه حیوان ناشناخته است، انگار یه چیزی که تا حالا ندیدم. برای توضیح بیشتر، ما هیچ حیوان خونگی نداشتیم، بنابراین هیچ راهی نداشت که یه حیوان زیر تختم باشه. اما به دلایلی در حالت خوابالود بلافاصله تقریبا خوابم برد. من فقط قرقر یادمه و اینکه بلافاصله همه جا سیاه شد. فکر کردم به این موضوع برای من عجیبه، چون میدونم اگر اون لحظه هوشیار بودم حداقل مینشستم و جیغ میزدم. من بچه‌ای بودم که به راحتی میترسیدم و هنوز حتی تو بزرگسالی هم همون جوریم. خلاصه بعد از اون یادمه که توی تخت والدینم بیدار شدم. چیزی یادم نمیومد چجوری رفتم اونجا. هر دوتاشون فوری نشستن و ازم پرسیدن حالم خوبه؟ من بهشون گفتم که یه جا خستم و به خاطر اینکه به نوعی وارد اتاقشون شده بودم عذرخواهی کردم و بلند شدم تا به اتاق خودم برم. پدرم بهم گفت وایسا و پشت پام تو ناحیه ساق پام رو نگاه کرد. وقتی داشت به پام نگاه میکرد خیلی گیج بودم. پرسیدم چی شده و اون گفت دیشب ساعت 3 صبح تو با جیغ و داد و گریه از خواب بیدار شدی و تقریبا داشتی در اتاق ما رو میکندی.
میگه که محکم در میزدی و التماس میکردی که بذاریم بیای داخل. اونا بلافاصله فهمیدن که یه اتفاق بد افتاده و سری در رو باز کردم. پدرم میگه من بهش چسبیده بودم و هنوز فریاد میزدم و گریه میکردم و میگفتم یه دیو زیر تختمه و پامو خراشیده. میگفتم اون بهم آسیب زده و پام خیلی میسوزه. اونا چراغا رو روشن کردن و متوجه یک سری رد خراش بزرگ روی ساق پام شدن. این خراش ها نه مثل انگشتای انسان از هم فاصله داشت و نه مثل انگشتای حیوان به هم نزدیک بود. خراش های عجیب، قرمز و به نحوی خون‌آلود. پدرم میگه بلافاصله کل خونه و البته اتاق منو گشتم و چیزی پیدا نکرد. حتی هیچ دری هم باز نبود، یعنی تمام درها و پنجره ها قفل بودن. به هر حال اونا به من اجازه دادن که توی تختشون بخوابم، چون خیلی میترسیدم و آروم و قرار نداشتم و نگران تر از اونی بودن که منو دوباره توی اتاق خودم بذارن. تا اینکه صبح من بیدار شدم و خب پیچی یادم نمی اومد. وقتی صبح پدرم پامو چک کرد، خراشه از بین رفته بود. هیچی اونجا نبود. هیچ چیزی برای اثبات اتفاق دیشب وجود نداشت. این هنوز هم تا امروز منو گیج میکنه و منو میترسونه و من هیچی جز اون قرش رو یادم نمیاد. انگار مثلا از خاطرم پاک شده، از حافظم پاک شده. این داستان ترسناک درباره یک تجربه وحشتناک توی یک جاده متروک است. تجربه‌ای که هرگز فراموش نمی‌کنم. سال 2017 ساعت 10 شب من و پدرم از شهر به سمت روستای مادر بزرگم رانندگی می‌کردیم. شب سردی بود. جاده خلوت و تاریک بود و بارون شروع به باریدن کرده بود. پدرم توی دیدن توی شب مشکل داشت، بنابراین من بیدار موندم تا بهش کمک کنم. ناگهان یه ون سفید رنگ پشت سرمون ظاهر شد که اصلا معلوم نبود از کجا اومده و چراغاش به طرز غیر طبیعی روشن بود، به طوری که جاده پیش رومون رو روشن می‌کرد. حدود 10 دقیقه دنبالمون اومد و خیلی احساس اجبار، احساس وهم انگیزی بهمون میداد. انگار که یه چیز اشتباهی در موردش وجود داشت، یه چیزی راجبش درست نبود. وقتی که به یه پیچ نزدیک شدیم، من خیلی زود متوجه شدم که این در واقع یه پیچ نیست، این یه جاده مستقیمه و سریع جلوی پدرمو گرفتم که نپیچه و اون با تعجب زد روی ترمز. من بهش گفتم که هیچ پیچی جلومو وجود نداره و این فقط یه خطای دیده. اون کم کم آروم شد، با اینکه هنوز چهرهش رنگ پریده بود. بیرون بارون شدیدی میبارید و مه غلیظی به وجود اومده بود. جو خیلی شوم و ترسناکی بود و بعد ناگهان صدای گریه زنی توی این فضا پیچید. انگار که از سمت درخت‌ها یه فریاد خیلی نافذ شنیده میشد و خون توی رگ‌هامون یخ زده بود. پدرم گاز داد و ما از اونجا دور شدیم، فقط رفتیم و اون بعداً اعتراف کرد که میدونست که این جاده متروک است و انگار که اون ون سفید واقعا یک ون واقعی نبود و صرفا یک شبح بوده که داشته سعی میکرده ما رو به سمت پرتگاه ببره و اگر من اون شب جلوی پدرم رو نمیگرفتم شاید از سمت اون صخره پرت میشدیم و به سمت فراموشی میرفتیم. این تجربه به من آسیب زیادی زد، ضربه روحی خیلی بزرگی به من وارد کرد و من بعد از اون دیگه توی سفرها نمیتونم بخوابم. اون جاده به تسخیر معروفه و تصادفای زیادی اونجا اتفاق میافتاده. ماشینای زیادی، آدمهای زیادی اونجا ناپدید میشدن و از اون شب به بعد متوجه شدم که بعضی از جاده ها یه چیزی در مورد خاطراتی که اونجا اتفاق افتاده رو با خودشون دارن.
توسط اشباح اون خاطره ها تسخیر شدن، پژواهی که گذشته یا هنوز توی خودشون دارن و این اشباح منتظرن که یه مسافر بی احتیاط رو توی تله بندازن. من یه خاطره گیج کننده دارم که مربوط میشه به 11 سال پیش. من اون زمان سال آخر دبیرستان بودم و همچنین لازم به ذکره که این اتفاق توی اواسط زمستون اتفاق افتاد. جایی که من زندگی میکنم زمستونهای خیلی سردی داره و اینجوریه که اگر یه شب زمستون بیرون گیر کنی از سرما یخ میزنی و میمیری. و به علاوه این که بارش برف باعث میشه که همه چیز، هر صدایی که از خاموش بشه و کوچکترین صدایی که اتفاق میفته رو بشنوی. خلاصه من و دوستم توی زیرزمین خونمون، جایی که مشروب هامون رو نگه میداریم، نشسته بودیم. اون شب خونه خالی بود. مادرم بعد از اینکه از سر کار اومد تصمیم گرفت که با دوستاش، همکاراش بره بار و چند تا مشروب بخوره و من فرصت رو مناسب دیدم که با دوستم بریم توی زیرزمینمون و بازی کنیم، بازی ویدیویی. من و دوستم تو زیرزمین نشسته بودیم با یک شب خسته کننده زمستونی و با بازی ویدیویی سپری میکردیم و همونطور که اونجا نشسته بودیم اولین بطری رو باز کردیم که شنیدیم در گاراژ باز شد و خیلی هم شدید بسته شد دوباره. من فوراً بطری رو قایم کردم و دوستم گفت فکر کردم گفتی مادرت امشب خونه نمیاد و من با تعجب گفتم آره، قرار نبود بیاد. و سپس صدای قدم‌های سنگینی رو شنیدیم که از بالای پله ها می اومد. ناگهان صدای مادرم پیچید که گفت کسی خونه هست؟ من چند تا پله بالا رفتم و گفتم آره، ما اینجاییم، داریم بازی میکنیم. و اون گفت میتونی بیای بالا؟ من یه کاری دارم، باید بهم کمک کنی، بهت نیاز دارم. و در حالی که من دیوانه‌وار سعی میکردم این بطری رو یه جایی قایم کنم، جواب دادم آره، فقط یه دقیقه بهم فرصت بده. سپس حدود 20 ثانیه سکوت برقرار شد. اون پرسید کسی اون پایین باهاته؟ با لحنی جدی و نگران و با صدایی که اصلا شبیه صدای مادرم نبود دیگه. و انگار که بعد از اینکه اینو پرسید احساس کردم که یه چیزی اشتباهه. خانواده من اصلا براشون مهم نبود که من با کسی توی زیر زمین باشم یا نه و این دلیلی بود که من متوجه شدم که یه چیزی این وسط غلطه. ببینید من میدونستم که اون مادرم نیست، اما صدای مادرم بود. مثل این بود که من میدونستم که اون مادرمه، اما یه چیزهایی در موردش غلط بود. خلاصه من جواب دادم فقط رفیقمه و بعد از اینکه اینو گفتم سریعا یه جای خوب برای پنهان کردن بطری پیدا کردم و شروع کردم به بالا رفتن از پله ها. خلاصه از پله ها بالا رفتم و با سکوت مرگبار خونه روبرو شدم. وقتی به بالای پله رسیدم به درب گاراژ نگاه میکنم و همه جا تاریک بود و هیچ احدی توی خونه نبود. به سمت آشپزخونه رفتم و فریاد زدم مامان کجایی؟ هیچ پاسخی نبود، فقط سکوت و تاریکی. قلبم به سرعت میزد و میدونستم یعنی یه چیزی داشت بهم میگفت که فقط فرار کن. مادرم اصلا خونه نبود. با ترس و لرز با پاهای لرزون از پلا پایین رفتم. دوستم پرسید چی شده؟ گفتم مامانم اصلا خونه نیست و تا جایی که تونستم سریع بهش جواب دادم و داشتم دنبال یک راه حل میگشتم. رفیقم پرسید منظورت چیه؟ تو همین الان داشتی باهاش حرف میزدی؟ و گیجی رو توی چهرم میتونست ببینم. من با همون گیجی بهش گفتم ببین هیچکی خونمون نیست، ما باید همین الان بریم. و وقتی برمیگردم توی اتاق نشیمن دیدم که سگم روی کاناپه عملاً داره میلرزه و گربه‌ام قایم شده و داره قرقر میکنه.
و نمیدونستم چی شده. فقط میدونستم که باید از اونجا بریم. من به دوستم گفتم باید به مامانم زنگ بزنم، یه اتفاقی داره میفته. تلفنمو در آوردم و به مامانم زنگ زدم. اون گفت چی شده؟ و بهش گفتم مامان تو همین الان خونه بودی، ما از زیر زمین صداتو شنیدیم که داشتی داد میزدی و رفتم بالا نبودی. و من اینا رو داشتم خیلی دیوونه وار میگفتم و امیدوار بودم که فقط بگه شوخی کردم، بگه سر به سرت گذاشتم، آره من بودم، میخواستم بترسونمت. آره خب مامانم گیج‌تر از من پرسید منظورت چیه؟ من اصلا خونه نیومدم. من تمام داستان رو برش تعریف کردم و اون پرسید خوبی؟ حالتون خوبه؟ و خلاصه من و دوستم و سگ و گربم فقط رفتیم توی زیرزمین در و بستیم تا مامانم برگرده. و تمام اون مدتی که توی زیرزمین بودم میتونستم صدای راه رفتن چیزی رو اون بالا بشنوم، چیزی که به معنای واقعی کلمه انگار گرسنه بود. و من هنوز نمیدونم اون روز چه اتفاقی افتاد. هنوز هیچ کدوم از ما، نه من نه دوستم و نه مامانم، هیچ توضیحی برای این موضوع نداریم. و من فقط خوشحالم که اتفاقی برامون نیفتاد. خلاصه که مامانم در حال حاضر فوت کرده و گاهی وقتا که به شهر سابقمون میرم دوستم اونجا ملاقات میکنم و نگاهی که به هم دیگه میندازیم اینجوریه که جفتمون میدونیم که اون شب چه اتفاقی افتاد. ما نمیدونیم اون چه موجودی بود، نمیدونیم اون کی بود، فقط میدونیم خودشو به شکل مادرم در آورده بود و هر چیزی که بود تاریک، بد و گرسنه بود. ترسناکترین تجربه من زمانیه که دوران قرنطینه بود. یه شب من تو اتاقم نشسته بودم و بازی ویدیویی میکردم که واقعا هم صداش بلند بود و ناگهان دقیقا اون تایمی که یه جا صدای بازی قطع میشه احساس کردم که یه صدایی از طبقه پایین شنیدم. من تلویزیون رو خاموش کردم و رفتم پایین ولی هیچی نبود. دوباره برگشتم بالا و برای 1 ساعت دیگه بازی کردم که ناگهان دوباره هم صدا رو شنیدم و فقط بلندتر بود و اینجا بود که مطمئن شدم اشتباه نشیدم، یه چیزی اون پایینه. رفتم پایین و به محض اینکه در زیر زمین رو باز کردم یه نسیم سرد خورد به صورتم و خب متوجه شدم که پنجره بازه، ولی من 100% مطمئن بودم که اون پنجره بسته بود. تمام پنجره‌های خونه بسته و قفل بود. خلاصه پنجره رو بستم و تا چند دقیقه منتظر بودم که یه چیزی بهم حمله کنه یا یه چیزی ببینم، ولی هیچی نبود. همین که خواستم برگردم بالا از داخل کمد یه صدایی شنیدم، یه صدایی که انگار یه چیزی برخورد کرده به دیواره یکی از کمدهایی که توی زیر زمین بود و این باعث شد که از جا بپرم و به سرعت خودم رو برسونم بالا، در و پشت سرم ببندم و به پلیس زنگ بزنم. پلیس خیلی سریع رسید و وارد زیرزمینی شد. من وارد نشدم، من منتظر موندم تا اونا برن زیرزمین رو چک کنن و چیزی نگذاشته بود که صدای زد و خورد و شلیک گلوله شنیده شد. چند دقیقه بعد اونا به همراه یک مرد از زیرزمین اومدن بیرون. اونا بهم گفتن که یه مدت طولانیه که این مرد بی خانمان داره همراه من توی خونم زندگی میکنه. مردی که از پنجره وارد خونه و از اونجا وارد زیرزمین میشد و توی کمد قایم میشد. و من دقیقا نمیدونم اگر اون شب در کمد رو باز میکردم چند درصد احتمال داشت که این مرد منو نکشه، چون دقیقا وقتی که پلیس پیداش کرده بود به پلیس میخواسته شلیک کنه که خلای سلاحش میکنن.
مطمئن نیستم که اون روز چه اتفاقی افتاد و معنی این اتفاق چیه. مطمئن نیستم که چرا این اتفاق افتاد. داستان اینه که وقتی 14 ساله بودم یه روز وارد اتاق ناهارخوری شدم و خواهر کوچیکتر من اون موقع ها زیاد پشت پرده ها قایم می شد. اون روز هم من یه دختر بچه رو دیدم که پشت پرده ها قایم شده. من فکر کردم خواهرمه. بهش نزدیک شدم و ناگهان اون از پشت پرده اومد بیرون. اون زل زده بود بهم و اون خواهرم نبود. یه دختر بچه بود. یه دختر بچه که یه گربه سیاه رو بغل کرده و داره بهم لبخند میزنه. انگار که یه چیز کاملا نرماله. انگار که از اول میبایست اونجا بوده باشه. انگار که منتظر من یه چیزی بهش بگم. اون بهم لبخند زد و ناگهان فقط ناپدید شد. با یک ترس خیلی بزرگ به سمت مامانم دویدم و بهش گفتم. مامانم آدمیه که برای اینجور چیزها همیشه یک راه حل داره. آدمیه که به این چیزها اعتقاد داره و هیچ وقت وحشت نمیکنه. حالا 15 سال از اون اتفاق گذشته. من ازدواج کردم و 2 دختر 8 و 2 ساله دارم. وارد اتاق نشیمن میشم و میبینم که بزرگترین دخترم پشت پرده وایساده. بهش نزدیک میشم و اون از پشت پرده میاد بیرون، برمیگرده سمت من و میبینم که گربه سیاهمون رو بغل کرده و بهم لبخند میزنه. اون ناپدید نمیشه. اون دخترمه و من نمیدونم چرا این صحنه رو 15 سال پیش دیدم. انگار که خیلی یه پورتال باز شده بود و من یه سفر در زمان رو تجربه کردم و من هنوز هم نمیدونم که دقیقاً اون روز چه اتفاقی افتاد. مامانم میگه بهش فکر نکن، معما حل شد. این اتفاق برای یکی از دوستام افتاده و فکر کردن بهش باعث میشه که ستون فقراتم بلرزه. داستان اینه که دوست من وقتی حوصله‌اش سر میره دوست داره برنامه‌های مختلف دانلود کنه، امتحان کنه، چک کنه و بازی‌های مختلف رو امتحان کنه. یه بار توی همین حین یه برنامه پیدا میکنه و دانلودش میکنه. انگار که یکم نقص داشت این برنامه، یکم عجیب غریب بود ولی خب تو اپ استور بود دیگه، اینم دانلودش کرد و این بازی به سرعت تبدیل میشه به یکی از بازی‌های مورد علاقش و تقریبا هر روز باش بازی میکرد. یه روز داشته با دوست پسرش بازی میکرده که ناگهان میپرسه صبر کن ببینم این چیه و به صفحه نمایشش اشاره میکنه. دوست پسرش گفت منظورت چیه؟ چیه؟ هم گفت نمیبینی؟ این طرحی که روی اسکرین افتاده رو نمیبینی؟ صورت یه مرده. انگار که اگر خوب دقت میکردی چهره یه مرد رو توی اسکرین گوشیش میتونستی ببینی. Oh my god. خیلی عجیب بود. این مرد با کلاه بیسبال بدون پیرهن لخت نشسته بود و زل زده بود به دوستم و انگار که توی ویدیو کال بود. انگار که این مرد رو داشتی توی ویدیو کال میدیدی اما به راحتی دیده نمیشد. باید خیلی دقت میکردی تا از پشت اسکرین بتونی ببینیش. دوستم میگه مثل دیدن انعکاس یه تصویر روی اسکرین گوشیت بود اونجوری و کم کم متوجه چیزهای عجیب بیشتری میشه. پایین اسکرین یه دکمه قرمز ضبط روشن بود که دوستم تا اون روز فکر میکرد جزوی از بازیه و هیچی دیگه. دوستم بلافاصله برنامه رو حذف کرد و ما به اپل این موضوع رو گزارش دادیم و چند وقت بعد هم این بازی از برنامه حذف شد. و نکته خیلی دارک و ترسناکش اینه که دوستم توی خیلی از شرایط‌های زندگیش با گوشیش بازی می‌کرد. وقتی که حمام بود، وقتی که توی وان بود، وقتی که لخت بود و تمام اون مدت این مرد داشته نگاهش می‌کرده و این باعث میشه که با خودت فکر کنی که چه تضمینی هست که خیلی از بازی‌ها و برنامه‌هایی که استفاده می‌کنیم از این دسته نباشن.
منو به شخصه میترسونه، شما رو نمیدونم. داستانی که میخوام بهتون بگم تجربه شخصی خودم و برمیگرده به سال 2019. اون شب پدرم برای یه سری از کارهاش رفته بود مأموریت، یعنی از چند روز قبلش خونه نبود و اون شب من و مادر و خواهرم تنها بودیم. نمای آشپزخونه ما اینجوری بود که اگر داخل آشپزخونه می نشستی میتونستی در حموم و دستشویی رو ببینی، به اون دید داشتی. هیچی، نشسته بودیم که ناگهان خواهر 6 سالم بدو از جلومون رد شد و وارد دستشویی شد. اون لحظه خب ما به این فکر نمی کردیم که چقدر عجله داره، ولی حدود 25 دقیقه گذشت و ناگهان به مامانم گفتم چرا انقدر طول کشیده دستشوییش، چرا نمیاد بیرون؟ مامانم نگران شد و گفت برو چک کن ببین چه خبره. من رفتم در دستشویی رو زدم ولی کسی جواب نداد. در دستشویی رو باز کردم و هیچ کس تو دستشویی نبود. هیچ کس توی دستشویی نبود. حتی چراغ دستشویی هم خاموش بود. و مامانم گفت برو از خواهرت بپرس و من وارد اتاق خواهرم شدم. دیدم خیلی وقت خوابیده، یه خواب خیلی عمیق رفته بود. وقتی از خواب بیدار شد ازش پرسیدیم که اومده دستشویی، آیا این اتفاق افتاده؟ و اون گفتش که چرا وقتی اتاقم حمام و دستشویی داره باید از دستشویی اتاق نشیمن استفاده کنم. خلاصه که این اتفاق هنوز هم برای ما یه معماست و هنوز هم راجبه صحبت میکنیم. داستانی که میخوام براتون تعریف کنم خیلی گیج کننده است، هم کل روند داستان همین که اون اتفاق. موضوع برمیگرده به زمانی که من 12 سالم بود و عروسی پسر عموم بود و ما برای عروسی رفته بودیم به شهرشون و توی یک هتل شیک اقامت داشتیم. صبح زود من با یه تکون خیلی شدید از خواب بیدار شدم و خب فکر کردم خواهرم بیدارم کرده. ساعت حدود 7:30 بود. من با عصبانیت از تخت اومدم بیرون. بوی اسپری مو، صدای دوش گرفتن و صدای به هم خوردن لوازم آرایش می اومد و خب من عصبی بودم، تازه بیدار شده بودم. به سمت کمد رفتم و یه بلوز و یک دامن در آوردم. همونطور که داشتم لباس می پوشیدم صدای در رو شنیدم و لباسمو پوشیدم و در رو باز کردم، ولی کسی پشت در نبود. هیچ کس اونجا نبود. یکم ترسیده بودم ولی خب میدونستم که ممکنه تخیلم باشه، ممکنه توهم زده باشم. من تازه بیدار شدم، ذهنم هنوز لود نشده. خلاصه از اتاق خارج شدم و وقتی که داشتم از راهرویی که دستشویی ها توش بود رد می شدم، صدای دوش، صدای آبی که شرشر آبی که داشت از دوش میریخت قطع شد و بعد صدای قدم های سنگین پدرم رو شنیدم. در انتهای سالن یه سرویس بهداشتی دیگه بود که میخواستم از اون استفاده کنم و دیدم که اونم پره و وقتی پرسیدم کیه صدای مادرم رو شنیدم و بهش گفتم میشه زودتر بیایی بیرون، اون یکی دستشویی هم پره و اون گفت باشه. صدای مادرم بود ولی مادرم هیچ وقت نمیگفت باشه. میدونید یکم عجیب بود، اولین باری بود که با این لحن و این کلمه روبرو میشدم از سمت مامانم. یه سری آدما طرز صحبت کردنشون، جوری که کلمات رو ادا میکنن، حرف زدنشون برای آدمای اطرافشون یه چیزیه که میدونین عادت کردن بهش و وقتی یه مشکلی وجود داشته باشه، وقتی که دیگه مثل همیشه رفتار نکنن، اون کلمات رو ادا نکنن، صحبت نکنن، متوجه میشید. میدونید چی میگم؟ خلاصه که شونه‌امو بالا انداختم و رد شدم و رفتم. با خودم گفتم برم پدر بزرگمو بیدار کنم، چون از اتاقی که اون توش اقامت داشت صدای خور و پفش می اومد و
تعجب کردم که چرا مامان بابام بیدارش نکردن. در رو باز کردم، با اتاق خالی پدر بزرگم روبرو شدم و راستش رو بخواید اینجا دیگه واقعا ترسیدم و همون موقع برگشتم توی راهرویی که منتهی میشد به اتاقای دیگه و همون لحظه صدای اسپریمون، تمام اون بوها، تمام اون صدای به هم خوردن وسایل، صدای دوش حمام، همش یک دفعه با هم قطع شد. من دویدم طبقه پایین و دیدم پدر، مادر، پدر بزرگ و خواهرم در حال خوردن صبحونن و همون لحظه ساعتمو چک کردم و متوجه شدم ساعت 7 نیست، ساعت 10 و این خیلی عجیب بود. مامانم به هم خیره شد و گفتش که چی شده و اون لحظه مامانم به هم با تعجب زل زده بود. من خودم گیج بودم ولی توی چهره اون ترس و حیرت دیده میشد. ازش پرسیدم چی شده و خواهرم گفت تو همین الان رفتی دستشویی، همین الان از کنار ما رد شدی و رفتی دستشویی و هنوز توی دستشویی هستی. من برگشتم سمت دستشویی و دقیقا متوجه شدم که یکی تو دستشوییه. از پشت سر بهش نزدیک شدم و اون خودم بودم، با همون لباس ها، با همون قد و قواره. من به دستم نگاه کردم، انگشتامو شمردم، 10 تا بود. مطمئن شدم که خواب نمیبینم. برگشتم سمت خانوادم و بهشون نگاه کردم. همشون رنگشون پریده بود. پشت سرم صدای بسته شدن در دستشویی رو شنیدم. صدای خودم که داشتم میگفتم سلام و قدم هایی که از پشت سر داشت میومد سمتم و من برگشتم و به خودم نگاه کردم که داره به هم نگاه میکنه. احساس میکردم که دل و رودم داره به هم پیچیده میشه. احساس میکردم که همین الانه که قش کنم. احساس میکردم که فلج شدم و نمیدونم چند ثانیه یا 100 ثانیه گذشت ولی در یک چشم به هم زدن اون دیگه اونجا نبود. حالا سالها از این ماجرا گذشته و ما با پسرمون نشستیم و داریم در مورد این قضیه صحبت میکنیم که ناگهان اون بهمون زل میزنه و میگه این اتفاق برای شما هم افتاد و میگه که بعد از ازدواجشون یه شب توی اون هتل بودن تا اینکه از خواب بیدار میشه، میره پایین و میبینه که همسرش نشسته پشت میز و داره صبحونه میخوره و میگه که خب صبر کن من دست و صورتمو بشورم برگردم با هم صبحونه میخوره. میره وارد دستشویی میشه، دست و صورتشون میشوره، همین که میخواد از جلوی در اتاقشون رد بشه و بره پایین میبینه که نامزدش یعنی همون همسرش توی اتاق خوابه، خیلی وقت اونجا خوابه. خب اینم از خاطرات ترسناکتون. امیدوارم که لذت برده باشین، امیدوارم ترسیده باشین. خیلی هاشون واقعا ترسناک بود، یعنی موقعی که داشتم تعریف میکردم موهایی تنم داشت سیخ میشد و همین دیگه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. بازم میگم اگر از این ژانر، از این مدل ویدیو خوشتون اومد با لایک بهم نشون بدین و اگر خاطره ای دارین که میخواین توی ویدیوها تعریف کنم حتما توی تلگرام یا همینجا توی کامنت ها برام بفرستین. دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی.